من امروز قصد دارم بعدی دیگر از سرشکستگی رژیم صهیونیستی آمریکایی را بازگو کنم. شکست اطلاعاتی رژیم، دستیابی به یک گنجینه اطلاعاتی از نهانخانه‌های رژیم صهیونیستی و انتقال آن به ایران را اعلام کرد. واقعیت آن است که سربازان گمنام امام زمان طی یکی از پیچیده ترین اقدامات چند لایه اطلاعاتی عملیاتی تا اعماق نهانخانه‌های رژیم صهیونیستی نفوذ کرده و به اطلاعات پنهان آن رژیم در حوزه‌های مختلف هسته‌ای، نظامی، اطلاعاتی و علمی دست یافتند. آنها خوب می‌دانستند چه ضربه‌ای دریافت کردند. اطلاعات بروزی که لایه به لایه شبکه‌های افراد و پروژه‌های درگیر ساخت و توسعه بمب اتمی در رژیم را مرئی می‌کرد.